منو میشنوید از دیجی مایک مینی تو، امیدوارم خوب باشین. این تبلیغ نیست، صرفا به جهت اینه که به شما کمک بکنم تا اگر زمانی خواستین تولید محتوا بکنید، در اصل میکروفونی لازم داشتین سراغ چه میکروفونی برید. من با توجه به اینکه خیلی بررسی کردم نسبت به رو، هالیلند، دی جی آی و چندین برند دیگه، در نهایت به این نتیجه رسیدم که سراغ دی جی آی برم. دلیل اصلیم هم 32 بیتی ضبط کردن صدا بود و همچنین پکیجینگ جذاب، نویز کنسلینگ 2 مرحله‌ای. که قابلیت خیلی جالب و بانمکی که داشت این بود که با لباس‌ها شما میتونستین ستش کنین این شکلی. خب حس خیلی خوبیه دیگه، بانمک. پس من اگر زمانی خواستین میکروفونی بگیرین، به نظر من سراغ برند دی جی آی حتما برین. الان به نظرم داره با رود در اصل رقیب‌های اصلی هم دیگه دی جی آی رود. اما نکته‌ای که هست اینه که رود هر چقدر که نگاه کردم اونقدری که جذاب باید من خودم به شخصه چیزی میخوام بخرم باید به چشمم بیاد، جذاب باشه، اون پکش، بسته‌بندیش، همه اینا برای من مهمه. علاوه بر حالا اون صدا و اینا، اگر پک خوبی نداشته باشه خودمو میگم نمیرم سراغ. اما دی جی آی بسیار سنگ تمام گذاشته بود، کیسه برزنتی نذاشته بود مثل بقیه محصولات شما اینجوری بندازین توش. نه، یه کیف خیلی شکیل داره که حالا توی ویدیو هست و اینکه کیفیت خود محصول وقتی دستت میگیری از با کیفیت بودنش کاملا باخبر میشی. خلاصه که اگر روزی خواستین خریدی بکنین، به نظرم دی جی آی مارک یعنی تو گزینه بسیار خوبی. مخلصیم، خداحافظ.